آیا فکر میکنید که وظیفه تان را به درستی انجام داده بودید در او زمانی که وکیل بودید؟ یگانه وکیلی که در 1389 و ضد آی شعار داد در مقابل تاریکی ها حرکت کرد اصولی بود. ما میخوایم دیدگاه شما را بدانم که چیست. شما میخواهید بنشینید یا اینکه همراه شوید با این جبهه‌های نظامی که در برابر طالبان میایستند و میجنگند؟ هیچ وقت هم در جنگ‌ها که در آن سلاح کلاشینکوف، پیکا، توپ، راکت استفاده میشه اشتراک نخواهیم. طالبان حقایق این وطن بودن و هستند. از این وطن هستند، از بدخشان هستند، از خوست هستند، از قندهار و لوگر از اینجا هستند. پس شما آقای اصولی، یعنی اگر همین فردا ملا هیبت الله بیایه بگویه که دروازه مکاتب برای دختران باز، یعنی شما دیگه واقعا هیچ مشکلی با گروه طالبان ندارید و این گروه مشروع میدانید؟ دولت مشروع این حصار ملا خاتمه باید پیدا کرد. کاکتوس پلاس با لشکری این جمعه ساعت 6:30 شام به وقت کابل از تلویزیون آشنای صدای امریکا.